هرچقدر پدرش یعنی رضا شاه جلوی آخونده و روحانیت رو گرفته بود و بهشون اجازه نمیداد که تو مسائل کشور دخالت کنن، ولی ریشه های مذهبی خودش باعث شد که به آخونده آزادی عمل بیشتری بده. و البته که روحانیت و آخوندهای اون دوره هم بهش احترام میذاشتن و واسه سلامتی خودش و حکومتش دعا میخوندن. ولی در نهایت به دست جریانی که یک روحانی رهبرش بود سرنگون شد. با ما تو این ویدیو همراه باشید تا ببینیم رابطه شاه با روحانیون و آخوندهای دوره پهلوی چطوری بوده. در ضمن توی این ویدیو تصاویر دیده نشده هم داریم که اگه تا به حال ندیدید دیدنشون خالی از لطف نیست. پس تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید. درود به شما دوستان عزیز، به یه ویدیوی جذاب دیگه خیلی خوش اومدید. از اینکه این ویدیو رو واسه تماشا انتخاب کردید صمیمانه ازتون سپاسگزارم. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما و این کانال حمایت کنید که باعث دلگرمیه. روحانیون یا آخوندها تو دوره پهلوی اول و پهلوی دوم سرنوشت کاملا متفاوتی با هم داشتن. تو دوره رضا شاه اونها آب خوش از گلوشون پایین نمیرفت و به محض اینکه کوچکترین دخالتی میخواستن تو امور سیاسی کشور بکنن، رضا شاه باهاشون به شدت برخورد میکرد. همین موضوع باعث شده بود که تو این دوره بیشتر روحانیون سرگرم درس و تحصیل حوزوی و مناسک و مراسم‌های مذهبی خودشون باشن. البته که تو این دوره هم روحانیونی بودن که با سیاست‌های رضا شاه به صورت علنی یا مخفی مخالفت هم میکردن. ولی از اونجایی که رضا شاه اونها رو خیلی محدود کرده بود، تأثیر اونچنانی تو سیاست‌های اداره کشور نداشتن. این موضوع تا زمان پایان حکومت رضا شاه پهلوی هم ادامه داشت. بعد از خلع رضا شاه، پسرش محمد رضا شاه پهلوی با کلی شرط و شروط از طرف دولت انگلیس روبرو بود. بعد از سلطنت محمد رضا شاه پهلوی، ورق واسه روحانیون برگشت و یکی از شرط‌های دولت انگلیس این بود که شاه برخلاف رویه پدرش باید آزادی عمل بیشتری به روحانیون بده و کارهایی که پدرش انجام داده رو ادامه نده. همین موضوع باعث شد که روحانیون اون دوره تونستن که بیشتر تو محافل حضور پیدا کنن و کم کم هم وارد مسائل سیاسی شدن و در ادامه هم حتی به سیاست‌های شاه ایران معترض بشن. و این وسط آخوندها و روحانیونی هم بودن که با سیاست‌های شاه ایران موافق بودن و حتی تو دربار هم رفت و آمد داشتن. شاه به خاطر اعتقادات مذهبی و ارادتی که نسبت به امام هشتم شیعیان داشت، چند باری هم به مشهد واسه زیارت میره. شاه معتقد بود که سلطنتش به ایران لطف خدا بوده و مأموریتیه که خدا بهش محول کرده تا این کشور رو آباد کنه. حتی تو کتاب خاطراتش از اینکه چند باری هم خواب امام علی رو دیده و باهاش هم صحبت شده چند خطی نوشته. تو ویدیویی تاریخی از سال 1354 سخنرانی منتسب به سید احمد علم الهدی رو میبینیم که صحبت‌هایی در مدح و تقدیر و تشکر از شاهنشاه ایران میکنه. در مقابل خدمات ارزنده و گرانقدر و ارزشمند همه جانبه ذات اقدس شاهنشاه آریامه ارواح ناخدا سر تعظیم و تسلیم در این مقام مقدس فرود می آوریم. اگر بخواهم در این اندک زمان کلیه خدمات شاهنشاه را به ملک و ملت و روحانیت و دین و قرآن عرضه بدارم، زبانم از توصیف و گفتارم از تعریف عاجز است. باید دست تمنا به جانب سعدی دراز کنم که میگوید از دست و زبان کی براید که از عهده شکرت شاهنشاه به در آید. پروردگارا ذات اقدس اعلی حضرت همایون شاهنشاه آریامهر را از گزند کلیه حوادث ارضی و سمایی محفوظ و مستدام بدار. پروردگارا ولایت عهد عظما شهبانوی مملکت خاندان جلیل سلطنت از گزند حوادث روزگار محفوظ و مسون و
محروس بدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تو ویدیو دیگه هم سید حسن امامی که همه اونو به عنوان آخوند درباری میشناسن تو مراسم شروع سال نو در برابر محمد رضا شاه پهلوی جملاتی رو در مدح شاه و حکومت شاهنشاهی ایران بیان میکنه. شاهنشاه اولیا حضرتا، ملت مسلمان ایران از نوروز را با نام خداوند آغاز میکنند. نام رضا برای ملت ایران نامی است مقدس که قلب هر ایرانی را روشن می کند. ایران سرزمین پاک رضوی و مشهد مقدس حضرت ثامن الائمه علی بن موسی رضا علیه السلام است. شاهنشاهان بزرگ پهلوی نام رضا را دارد. رضا شاه کبیر، اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی، والا حضرت رضا ولیعهد جوانبخت ایران از خداوند بزرگ مسئلت دارد که این نام مقدس را در ایران پایدار و روشن بدارد. این نام مقدس بهترین فال نیک برای توفیق و بقای دودمان پهلوی در ظل توجه و تأیید خاص حضرت ثامن الائمه علیه السلام در راه خدمت به خلق است. از خداوند بزرگ مسئلت دارم که وجود مبارک شاهنشاه را برای خدمت به اسلام پایدار و در امان بدارد. شاهنشاه آریامهر همواره ایمان عمیق و قلبی خود را به مقدسات مذهبی نشان دادند و به طوری که خود نوشته‌اند احساس رسالتی دارند که از جانب اولیای دین در راه خدمت به کشورشان و به عالم اسلام به معظم الله محول شده است. ویدیوی تاریخی بعدی هم مربوط میشه به روزی که چندین هزار نفر از روحانیون واسه استقبال از پادشاه ایران از فرودگاه مهرآباد تهران تا برج شهیاد یا آزادی فعلی صف کشیدن. شاه آریامهر به شهبانوی نیکوکار و ولایت عهد محبوب را در کنف حمایت خود حفظ فرماید. دعا کنید برای سلامت شاهنشاه. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بغض المعصیه و صدق النیه. 3000 نفر از علمای اعلام و روحانیون که از سراسر کشور از تمام استانها و فرمانداری‌های کل به تهران آمدند اجتماع نمودند. در این لحظه که من با شما صحبت میکنم اتومبیل حامل شاهنشاه آریامهر به مقابل باشگاه هواپیمایی ملی ایران رسید. از توقف باز ایستاد. شاهنشاه با تکان دادن دست به ابراز احساسات نمایندگان علما و روحانیون ایران پاسخ می‌دهند. ویدیوی آخر هم مربوط میشه به آخوندی که مخالف رفتن شاه از ایرانه و به صراحت عنوان میکنه که اگه بختیار بخواد که شاه از ایران بره نتیجهش این میشه که هم بختیار میره، هم مملکت میره و هم ایران میره. آیا شما از دولت آقای بختیار پشتیبانی خواهید کرد؟ دیدگاه‌های بختیار برای من هنوز نامشخص است. بختیار اگر شرط اساسی حکومتش را رفتن شاه بداند، من یکی از مخالفین سرسخت او خواهم بود. من نکته‌ای را تذکر می‌دهم که بختیار اگر اصرار به رفتن شاهنشاه بکند، هم مملکت می‌رود و هم بختیار می‌رود و هم ایران می‌رود. اسم این آخوند غلام حسین دانش بود که تو مجلس شورای ملی نماینده آبادان بود و بعد از انقلاب تو اسفند 57 هم اعدام میشه و در نهایت اما حکومت پهلوی به رهبری یک روحانی یعنی روح الله خمینی سرنگون میشه. به نظر شما اگه محمد رضا شاه پهلوی مثل پدرش آزادی عمل رو از روحانیون میگرفت باز هم به چنین سرنوشتی دچار میشد، یا اینکه معتقدید که این قدرت گرفتن روحانیون نبود که چنین اتفاقی رو رقم زد و دستهای پشت پرده و دخالت‌های کشورهای قدرتمند جهان باعث سرنگونی حکومت پهلوی شد و اونها بودند که بعد از پهلوی قدرت و حکومت رو به دست روحانیون سپردن. لطفاً نظرتون رو در این باره حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. اگه به این دست از ویدیوها علاقه دارید میتونید ویدیوی پیشنهادی کانال رو هم تماشا کنید. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایب از ما و این کانال حمایت کنید که باعث دلگرمیه. تا یه ویدیوی جذاب دیگه همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. مراقب خودتون باشید.